آقای مهندس حسین دولت‌آبادی نایب رئیس انجمن شالیکوبیداران استان گلستان با ما هستند. اول از همه بدونیم که هزینه تولید برنج چقدره. آقای مهندس، قیمت تمام شده برنج در هر کیلو برای تولید کنندگان چقدر در میاد؟ تولید و تبدیلش. بله، خیلی متشکرم از دعوت شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. برنج کیفی و پرمحصول از نظر اینکه هزینه تمام شدهش چقدر هست برای یک کشاورز متفاوت است، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها مقدار محصولی که در نهایت به دست کشاورز میرسه متفاوت است و توناژها با هم دیگه فرق میکنه. ولی به طور متعارف و اون محاسباتی که انجام شده، برنج پرمحصول هولوش 60,000 تومان 50 خورده تا 60,000 تومان برای کشاورز تموم میشه و برنج کیفی هولوش 70 تا 77 تا 80,000 تومان طبق محاسباتی که انجام شده برای کشاورز قیمت تمام شدهش است. و اینا در بازار با چه قیمتی داره عرضه میشه؟ در حال حاضر برنج پرمحصول که حالا ما اگر بخوایم ارقام ندا، فجر و شیرودی اینها رو در نظر بگیریم، نوع بهتر از ندا و شیرودی که فجر هست معمولا در بازار بین 75 تا 80,000 تومان قیمتشه. البته در مبادی جایی که تولید داره میشه، نه در جاهایی که به اصطلاح عرضه داره میشه. و برنج کیفی هم هولوش 100,000 تومان 95 تا 100,000 تومان قیمتی هست که برای برنج کیفی لحاظ شد. یعنی یه چیزی نزدیک به 50% هزینه‌ای که تحمیل میشه به مصرف کننده به دست واسطه ها، درسته؟ نزدیک، یعنی حالا این محاسبه ممکنه زیاد قریب به واقعیت نباشه، به خاطر اینکه به اصطلاح برنج پروسه تولیدش و فراوریش و سورت و بوجار شدنش با هم دیگه متفاوته و یکی بازار پسند بودن یک دو برنج ممکنه و تقاضاش باعث بشه که قیمتش تغییر کنه و بالا بره و یه برنج ممکنه که در یک برهه‌ای از زمان تقاضا کمتر باشه و در واقع اون سیستم عرضه و تقاضا باعث بشه که قیمتش خیلی بالا نره و قیمت واقعیش کشف نشه. و ما چقدر ظرفیت تولید برنج داریم در سال؟ بر اساس آماری که به اصطلاح جهاد کشاورزی اعلام کرده، در ایران هولوش 2,200,000 تا 2,400,000 تن ما برنج در کشور میتونیم تولید بکنیم در شرایطی که سالهای حالا نه خیلی ترسالی ولی متوسط باشه میتونیم داشته باشیم. خیلی جالبه آقای مهندس، همینجا صحبتتون رو من نگه میدارم، عذرخواهی میکنم. شما اگر که یک جست